سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این چند روزه خیلی اومدن پیوی از من سوال پرسیدن در مورد مهاجرت و من ترجیح دادم که یه دونه ویدیو پر بکنم و تا اونجایی که خودم اطلاع دارم به شما کمک بکنم. فقط من هیچ دوربین حرفه‌ای و میکروفونی ندارم، اگه که کیفیت ویدیو پایینه ببخشید. خب اولین سوال، آیا از آلمان بودنت راضی هستی یا نه؟ بله، من از آلمان بودنم راضی هستم، ولی خب هر جای خوبی و بدیای خودشم داره، ولی من به شخص راضی هم. خب بچه ها، دومین سوال شرح وظایف پرستار توی آلمانه. یک چیزی که متاسفانه توی ایران جا افتاده اینه که فکر میکنن که کار پرستار توی آلمان صرفاً شستشوی بیمار و ملافه عوض کردنه، ولی نه، اینجوری نیست. توی آلمان یک سری افراد هستن مثل ماها که با ویزای کاری اومدیم و مثلا من خودم لیسانس پرستاری داشتم ایران، اومدم آلمان، فاخکرافت این آنرکنونگ بودم، 8 ماه رفتم شوله، امتحان شوله رو دادم، قبول شدم و در حال حاضر به عنوان فاخکرافت توی بیمارستان مشغول به کار هستم. و جدا از این یک سری افرادی هستن که بهشون میگن هلفا یا همون کمک پرستار خودمون، که اینا یک سریاشون تحصیل کرده هستن، یک سری آسبیلدونگ 1 ساله و یا 2 ساله میگذرونن و یک سری هم هستن که هیچ تحصیلاتی ندارن. این افراد اکثرا توی خانه‌های سالمندان و مراکز درمانی مشغول به کار هستن و کارشون صرفاً یعنی بیشتر قسمت کارشون مربوط به شستشو، همون ملافه عوض کردنه. و اونایی هم که تحصیل کرده هستن آسپیلونگ 1 سال 2 ساله رفتن، بعضیاشون میان توی بیمارستان و به عنوان کمک پرستار میکنن برای همین کارا. و متاسفانه توی زبان فارسی به هر ستای اینا میگن پرستار. به خاطر همین خیلی ها فکر میکنن که همه پرستارها توی آلمان این کارا رو انجام میدن، ولی از نظر قانونی بله، کار و وظیفه پرستار هست که به بیمار کمک بکنه برای شستشو، اگه ملافه کثیف باشه ملافه رو عوض بکنه، اگه بیمار بخواد بره حمام و کمک بخواد پرستار باید بهش کمک بکنه. ولی بیمارستان هایی که کمک پرستار داره، پرستار و کمک پرستار با هم دیگه این کارا رو انجام میدن. و چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه آلمان همراه بیمار ما نداریم و همراه های بیمار صرفاً تایم ملاقات میان بیمارشون رو ملاقات میکنن و میرن. و اگر که همراه بیمار بخواد شب توی بیمارستان بمونه باید هزینه خیلی زیادی رو پرداخت بکنه که خیلی ها این هزینه رو نمیدن و کلاً جا افتاده توی آلمان که کسی به عنوان همراه مریض شب توی بیمارستان نمیمونه. خب وقتی که بیمار تنهاه، مسلماً وقتی که کمکی بخواد پرستار باید بره بهش کمک بکنه. ولی ما توی آلمان وظیفه دارو دادن همراه با پزشک، آرتس ویزیت بیمارا رو همراه با پزشک انجام میدیم، پانسمان عوض میکنیم، انجی تیوب گذاشتن، سونداژ گذاشتن و رگگیری. خب بچه ها، بخشی که با سالمندها در ارتباط هستن معمولاً کار شستشوش بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه سالمندان ترجیح میدن که کارشون رو خودشون انجام ندن و یه نفر دیگه براشون انجام بده. به خاطر همین بخشی که سالمند داره فعالیت‌های بدنی پرستار اونجا بیشتره. ولی بخشی هستن مثل بخش دیالیز، بخش اورژانس یا بعضی از بخش‌های جراحی، اینا کارهای بدنی نداره، چون اکثرا مثلا بخش جراحی
اکثرا آدم‌های جوونی میان و جوونا ترجیح میدن که کار شخصیشون رو خودشون انجام بدن و زیاد دوست ندارن که کسی بهشون کمک بکنه. و جدا از اون توی بخش جراحی مثلا مریض میاد 1 تا 2 روز میمونه و بعد مرخص میشه. یعنی اینجوری نیست که شما هر روز بخواید برین ملافش رو عوض بکنین، هر روز بخواد بره حمام کمکش بکنید، نه اینجوری نیست. ولی بخشی که سالمند داره فعالیتاش خیلی بیشتر. خب بچه‌ها، یک سری از بیمارستان‌ها یک سری افرادی شیفتای صبح تا ظهر کار میکنن که بهشون MFA گفته میشه، که این افراد کار هماهنگی بین بخش‌ها و خونگیری و EKG گرفتن و صبح تا ظهر انجام میدن. یعنی بخشی که MFA وجود داره پرستار دیگه صبح تا ظهر نیازی نیست که خونگیری انجام بده و EKG بگیره. سوال دیگه، آیا ما میتونیم همون اول که اومدیم آلمان هر بخشی که دلمون خواست کار بکنیم؟ خب بچه ها، این سوالو من باید کارفرماتون جواب بده. من متاسفانه کارفرماتون نیستم، ولی ما باید یکم صادقانه باشیم. ماهایی که از خارج از آلمان وارد آلمان میشیم هممون مشکل زبان داریم. حتی اگه مدرک C1 هم داشته باشیم، وقتی که وارد آلمان میشیم میبینیم که آدما خیلی سریع آلمانی حرف میزنن، خیلی لهجه های مختلفی دارن و باید یکم به خودمون زمان بدیم که یکم با این لهجه ها و سرعت حرف زدن آلمانی ها آشنا بشیم و زبانمون رو تقویت بکنیم. و بخش هایی مثل بخش کودکان و بخش اورژانس شما باید کاملا آلمانی و روان صحبت بکنی و کاملا و بدون مشکل درست بشنوین. به خاطر اینکه مثلا توی اورژانس یک مریضی میاد، اورژانس یک مریض مثلا یک احیا میخوره بهتون و اونجا اگه همکارتون یا پزشک یه چیزی بگه، شما فرصت اینو نداری که بهش بگی چی گفتی یا لطفاً دوباره تکرار کن، من متوجه نشدم. خب این اتفاق اگه که بیفته مریض دست میشه و خود بیمارستان هم ترجیح میده که برای بخشای حساس مثل بخش اطفال و بخش اورژانس ترجیحاً آلمانی استخدام بکنه. ممکنه یک سری از بیمارستان ها باشن که یک سری از افرادی هم همون ابتدا به خاطر کمبود نیرو استخدام بکنن، ولی ترجیحشون روی این بخش ها پرسنل آلمانی هستن. و اینکه هر بیمارستانی پلن‌های حداقل 1 ساله داره. یعنی بیمارستان برای 1 سال آیندهش برنامه داره. میدونه که طی 1 سال آینده مثلا 10 نفر برای بخش جراحی، 10 نفر برای بخش داخلی، 10 نفر برای بخش اطفال باید استخدام بکنه. و شما وقتی که به وربون میفرستین یا همون درخواست کار میفرستین، خود بیمارستان اینا رو چک میکنه و متناسب با شرایط شما رو توی یکی از اون بخش ها قرار میده. ولی اینجوری نیست که مثلا یک نفر بیاد بگه که من 10 سال بخش اطفال کار کردم توی ایران، پس من میتونم توی بخش اطفال کار بکنم، باید توی بخش اطفال کار بکنم. نه، متاسفانه اینجوری نیست. برای خود ما هم بهتره، به خاطر اینکه محیط جدیده، آدم ها، فرهنگ ها جدیده و بهتره که ما یک بخش های استیبلی بریم برای اول کار که زبانمون و فعالیتمون خیلی بهتر بشه توی آلمان. خب سوال بعدی، اگه که برگردی عقب دوباره آلمان رو انتخاب میکنی یا نه؟ من بله انتخاب میکنم. و خب آلمان یک سری مزایایی داره که خیلی طولانیه و توی این ویدیو نمی گنجه. اگه که شما دوست داشتین یه سری سوالای دیگه هم از من پرسیده شده در مورد پیدا کردن کارفرما، در مورد نحوه خوندن زبان آلمانی، اینا رو اگه که دوست دارین من جواب بدم و این ویدیو براتون کمک کننده بود،
برام بنویسین که من ادامه بدم و تا جایی که میتونم و تا جایی که خودم اطلاع دارم بهتون کمک بکنم. خوشحال میشم که یه دونه فیدبک به من بدین که ببینیم باید چی کار بکنیم. ولی امیدوارم که هر جایی که هستین موفق باشین و راهتون هموار باشه.